در ناحیه باباجان غفوروف مرحله نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برگزار گردید. در مراسم افتتاحی آزمون مذکور نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و شعبه معارف اشتراک نموده ذکر کردند که راه اندازی شدن آزمون جمهوری با سرپرستی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امکانیت فراهم آورد که خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان و ساکنان گوناگون کسب و کار بیشتر به علم آموزی و کتابخوانی راه آورده دانش و ملکه خود را بالا بردارند و همچون متخصص دانای پرتجربه و به رسیده آینده برای خلق و وطن خدمت شایسته نمایند. ما بچه ها بسیار خرسندیم که اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای ما بلبلکان باغ دانش چنین آزمون ها را تشکیل دادند. من میخواهم بیشتر کتاب خوانم و دانم و کشف نمایم و در آینده تاجیکستان خویش را در عرصه جهان مشهور سازم. در مرحله اولی آزمون مذکور در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه باباجان غفوروف نزدیک 5000 نفر اشتراک نموده از بین آنها 1000 نفر به مرحله نهایی راه یافتند. دور نهایی آزمون مذکور در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه باباجان غفوروف جریان گرفته هیئت حکمان بهترین ها را معین نمودند و آنها به دور ولایتی این آزمون که ماه سپتامبر آغاز می شود آماده و سفربر کرده می شوند. 3 سال اینجانیم در آزمون علم فروغ معرفت اشتراک میکنم و در سال گذشته در دوره جمهوری آن جای افتخاری را سزاوار شدم. من کوشش میکنم که در دوره جمهوری سزاوار جای نمایان گردم. از کتاب‌های علمی استفاده میبرم و کوشش میکنم که دانش خود را زیادتر گردانم. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که 4 سال اینجانب گذرانیده می شود از روی نومیناسیون‌های متماتیک، فیزیک، استرونومی، شیمی، بیولوژی، جغرافیا و تکنولوژی اطلاعاتی جریان گرفته خوانندگان در فن‌های دوست داشته خویش اشتراک و مهارت سنجی میکنند. مورد به ذکر است که سالی سپری شده در مرحله جمهوری آزمون مذکور از ناحیه باباجان غفوروف 2 نفر صاحب جای دوم و 5 نفر صاحب جایهای افتخاری گردیده بودند. مسئولین شعبه معارف ناحیه عزم دارند امسال آزمون را به طور شفاف به راه مانده بهترین ها را به مرحله ولایتی سفربر نمایند و باوری دارند خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی ناحیه باباجان غفوروف در مرحله ولایتی این آزمون نیز مهارت بلند نشان داده به دور جمهوری راه خط پیدا میکنند و به دستاوردهای ارزنده نائل میشوند.